ما سی لیلا رجبی خواهش کردیم گفتی آقا یه غذای روسی سی ما سفارش بده بعد کل غذا که سفارش داده سی حجمش هم آقا سی معده یه بچه نه اصلا ما غذای طوری نمیخوریم باید ترای کنم مثلا نگم چه مزن چه خبره برو بریم دنیا دست کیه خدا خود بخیر کن Help me. سلام عزیزای دلم رفتیم با یه ولاگ جدید بهتر کنیم میخوام حالتون خوب باشه پر انرژی باشین برو که رفتیم شو شام دادیم دست لیلا گفتیم آقا یه سفارش بده ما حوصله آشپزی نداریم گوش نمونه بقیه‌اش خود بگی سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب است این بدبخت را سابسکرایب و لایک یادتون نره ببینید امروز یه غذای روسی سفارش دادم که میده پیمان تعجب کنه چرا چون یه غذای واقعا که خود روس هم خیلی از این غذا رو شاید مثلا خیلی دوست نداشته باشن ببینیم چیکار میکنیم خب یه سوالی دارم ازت عشقم بله دوست داری تو غذا سفارش دادی دوست داری خب یه غذا دو غذا سه غذا چهار نمونه غذا سفارش داده اول اکو مشترایی دوست داری بکنی یه واشه از بدمزه کن سوپ ببینید بچه این سوپ اسمش اوکروشکا اوکروشکا آره این سوپ درست شده از ماست بعد گوشتش هم هست از ماست و گوشت بعد نه ماست و گوشت و خیار و سیب زمینی و تخم مرغ یعنی خیار و سیب زمینی تخم مرغ هم توش داشت یه ذره مثلا شاگردم یه مجنون انگار میخوایم بنه‌ای خب مگه تو یه چیزی که اصلا با هم قرقاتی خب مگه تو اصفهان از اون چیزی خورشت ماست ندارن که گوشت و ماست میریزن بله خورش ماست داره ما میخوام مزهش اگه تو قانون خوردم ترای نکردم آره ولی یه چیزی این سوپ سرد میخورن این کلن آره سرد مقضا همش داغ میخوره خورش ماست هم البته سرد میخوره ولی این سرد و اکثرا تو خواب گرم میخورن که یه ذره سردشون بشه بفرمایید یه سوالی دارم بله ببینید بچه پیمان میخوره امتحان میکنه و نظر میده به زبان روسی ما داریم کلمه خوشمزه نیست вкусно невкусно و نمره میده روسیم خوب انت سی چندن توضیح دادی؟ من توضیح دادم که اگر یادت بره از یک تا 10 نمره بده خب حتما یه سوال دارم چون مطمئنم واسه بچه‌هام جالبه این غذا تو کل کشورهای روس مثل بلاروس و اوکراین اینا میخورن همه قزاقستان و اینا آره بچه ببینید من خودم بلاروسی هستم ولی اکثرا این غذا تو شرق اروپا میخورن یعنی اینجوری نیست که ما الان بگیم که این فقط غذای روسی یعنی تو بلاروس هم میخورن تو کشور مثل اوکراین هم یه سری چیزی میخورن یعنی کلا یه چیزی غذای مشترک هست یه غذای مشترکی بینشونن خب اینا غذای مشترکن که حالا شاید طعمش یکی میاره برشه ولی همشون میخورن خب خدای با امید تو بریم چطوری میشه از زیرش بگیر که گوشتشون بیفته ببینم ببین گوشت و زرده تخم مرغ و سیب زمینی و اینا دارم میبینم خیار چه میگه ای وسط خیار با یا خدا خود امید خود فقط چطوری؟ خوشمزه نی بدمزه نی ولی تحملش میشه بکنی یه قاشق دیگه بخورم میشه خورد چقدر نمره میدی؟ به این غذا 1 تا 10 5 میدم به خودم 5 میدم به خودم اینم تموم شده بچه یادتون نره این اوکروشکا حفظ کنید واسه اسمش اوکروشکا آره غذای بعدی ما داریم یواش بده بعد مزه کو آخر کار رو که خواستم بیاریم بالا این خالادیس این همون کالیپاچه ولی کالیپاچه سر This is amazing. This looks fantastic. You are a brave man. تو اکثرا کشور شرق اروپا از
کله خوک درست بشه. دست این خوک نباشه. نه عزیزم، این از کله گاو درست شده. همینطور از مثلا از مرغ درست میشه، ژله مثلا از ماهی هم درست میشه. مطمئنی از کله گاو درست شده؟ آره. زنگ بزنم اونجا که سفارش چون اینجا دبی هستش، بعد اکثرا آره راستی رستوران خیروس، چون به خاطر اینکه مسلمون هم دارن اکثرا اجازه ندارن. خدا فقط از گاو. بفرمایید. چجوری درست میشه؟ مثل کله پاچی درست میشه، ولی بعداً تیکی تیکی گوشتش هم میریزن توش، میذارن تو یخچال تا سرد بشه. سرد بودنش بدن. ما الان میخوام ترای کنم سرد بودنش. ما همه چی هم با لیمو میخورم. خداش یه تیکی لیمو ناده. اجازه میدی با لیمو بخورمش دیگه؟ نه آره میتونی یکم بریزی. بچه‌ها این همون گفت دیگه، همون کله پاچه خونن دیدی میذاره توی یخچال جل مانند میشه میبنده. آره. این هم چیبله‌ای به سرش آوردن. بذار ولی این خب چه چربی مزه. روش نیست. فکر کنید کله پاچه سرد بخورید. ولی گوشتش زیاد. نوش جونت. این گوشت کو گوشت چه نه؟ گوشت گاوه. اینجا همش گوشت گاوه. بچه جون خود داری. فردا زنده نموندم هرچی نموندم همه چی من آدم میگیرین. چی؟ همه حق و حقوق من آدم نمیفهم. نامه بدین این نامه میدین CNN کجا NOC کجا فلان. نوش جون. یا خدا Вкусно? واقعا دارم میارم بالا. ازش بد میاد چون سرده. چون من نه سب کنم. بابا خیلی بدن مزش. بیا چون تو درست نفهمی. نه با خودم میارم بالا. نکن اذیتم. مازش درست نفهمیدی. نکن جون خود. اصلا میرم با خدا. نه نه جون پیمان نه. چرا؟ نمره چند نیست. پیمان نمره چند نیست. و او چقدر سحک بی. من مازه؟ انگاه که یه کله پاچه که هیچ ادویه توشی. بیا من بخورم شد فقط بعد مازه باشه. نه سیما خوشمزه نی. تو که آمو سنگ هم میدینت میگی خوشمزه. شما اصلا مزه پزه کجا بیده؟ تو 20 سالی خوردی بعد برشی 22 سالی خوردی بعد برشی اومدی پیش ما. خیلی خوشمزه. ای عده 4 میدم. 3 تو که مخواستی بالا بریم چخواهم 3 به خدا کم نادم دهنم ما. باش. ببین ای الان داره عشق میکنه. بعدا اینا خوش دهنه میشینه میخورن چون قضایی خوشونن. خب قضایی بعدی چه سفارش میخوای بده؟ بچه ببینید این سلاده بهش میگن، اگر بخوام ترجمه کنم که روسی میگن سلوتکا под шубой. Селедка Под шубой. Селедка под шубой. Под шубой. Ну вот и готова наша селедочка под шубой. Селедка под башур. ولی بچه اگر بخوام ترجمه کنم به فارسی میشه شاخ ماهی زیر کت خاص. شامایی زیر چه؟ زیر کت خاص. بفرمایید. شامایی. یه لحظه رسپیش بگم. ببینید یه ماهی ما داریم به اسم شاخ ماهی یا همون سلودکا، اون خام است. عکسش حتما میذاریدی که ببینن چه آره یه ماهی ساده چیزی نیست. ولی اسمش شاماییه. آره بیشتر تو دریای شمالی اینو زندگی میکنن. گوشتش خام است. میتونم برم لیمو ببرم بیام. ما میخوام لیمو لاغر نه ما کنم. لیمو نمیخوریم. واقعا همین چیزی میخوریم. ببینید این گوشت ماهی خام میذارن تو آب، یعنی تو نمک تو آب شور میذارن تا بمونه. بعدش از چه دیگه استفاده آقا ماهی خام سوشی. قبل بدم یا سوشی نفرت دارم. سی خاطر خام بودن چی؟ ولی از زیرش بخور. ببینید بعد چیز دیگه که تو سالادش هست لبو، سیب زمینی، تخم مرغ، هویج و مایونز. لبو، سیب زمینی، تخم مرغ، هویج و مایونز. الان شما فکر کنین ماهی هم توشه. شما فکر کنین یه لحظه تو ذهنتون تصور کنین اینا با هم قاطی کنین چه مزه میشه. بعد چرا زیر کت خاص اینجا زیرش ماهی، بعد این لیبلی اینو گذاشتن مثل مثلا لایه به لایه لایه مثل کت خاص میشه. ترای کن ببین. شامایی با کت خاص. آره. اوکی. زیر کت خاص. نه بعد از زیرش باید بگیریم که ماهیاش بیاد مو بزنم و کشه. آره. جان خود یه لیوان او یه چی بیارسیم اونجا. بخوره نوش جون.
مگه من قرمه سبزی نخوردم؟ قرمه سبزی میاری با این دوتا چی که الان خوردم؟ اون غذای چیزی دیگه. حضرت عباسی الان موقع قاطی غذای میکنه. معلی بخور نوش جان. لیلا بد باشه میرزاش درم. بخور به من کمک سب کن. کمکت کن. خوشمزه. نه؟ یا نه؟ نظرت بگو. جون خود بذاری چی بخورم نه بله حالا بد این چه دوستم 2,000 years later. بچه هیچ وقت تراش نکنیم خیلی واقعا چشام ببینید اوخ که میزنم میخوام بیانم واقعا برشتا اینقدر بدم خیلی هیچ وقت اینو خواه وای الان ببینم مازش مزهشتی شما خوبه خدایی بیا اصلا چه راحت داری میخوری آقا بچه ها به جون خواهم دیدین رفتم تو چه شرایطی خود ای از 10 ما نیم میدم نیم ما هم سی خاطر لبو ببین چه شکلی شدم ما وقتی صرفه میکنم اشک چشام در به من فرق وای این قاشق کو میشه بشورم بعد غذای بعدی ترای کنم میشه. نه از قاشق تو استفاده میکنم نخوردی باش وای بچه او غذا بذار ما اشکام پاک کنم و گریه هم هیچ کی نیده بید بری غذای کو گریه ما درو ببین این سالاد میشه این یه ذره بخورم چه نه میشه با توضیح بده از در ببینید اینم چیزی آب میوه کرنبری هست وای آب میوه کرنبری درست خیر نمیدی نوش جون بچه این کرنبری سالاد ترش میگی خوردنه خوشمزه آره این درسته بچه این سالاد ما برای سال نو تو تمام مثلا خونه خازن سالاد میخوره دیدین رفتون تو چه شرایطی خود اصلا ترایش نش فکر کنم سوشی بازا بتونم بخورم فکر کنم شاید نه ولی چون شور آره آقا ممکنه ما زیاد اشکام پاک کنم واقعا اشکام در اومد صرفه که میکنم و زور میزنم هیچی هم نخوردیدم بیارم بالا وای شرایط سخت شد حالا این غذای بعدی اسمش چنه؟ این غذای پلمنی پلمنی این چیزی خیلی ساده خیلی هم خوشمزه یه گوشت میذارن تو این نونکو میشه توضیح بدید دوره گوشت کوره نونکو دیگه یه خمیر درست میکنن بعد تیکه تیکش میکنن بعد گوشتش میذارن بعد میپزن تو آب میاندازن تو آب که پخته بشه Настоящий пельмень, а внутри много мяса, мало теста. این پروسش مثلا ماماناتون ننهاتون درست میکنن دیگه آره خیلی درست میکن خیلی مثلا چند ساعت طول میکشه ساختنش؟ نه خیلی چیزی طول نمیکشه دیگه خمیرش باید میکنم پس توش گوشتن و با خمیر دورش و بعد آبپز میشه یا سرخ میشه؟ نه آبپز میشه بچه ما شیویدم میبینم روش ریختن آره هم شوید هم مثلا با کاره میخورم خب یه دونه اشترایی کنم این دنیاست که یا خدا چجوری دیگه جون خود مثل اونا باشه نشه جون вкусно بچه واقعا خوشمزم با قول خوش فکوس من یه چیزی گذاشتم واسه آخر که خیلی بهتر شد بچه واقعا خوشمزه واقعا دارم میخورم سکا قضایی که خوشمزه نه دومیش هم ترای میکنم سکا واقعا مزه او بره واو این خوبه دنیل نمیاد بهش سلات بدید بیا مهمونم پایان من دیگه فهمیدم واسه رنگی که میخوای خوشحالشون کنی باید از این سلات بهشون بدید بچه مزه ایستون نگاه اصلا ترایش هم نکنی چرا خوشمزه آره سی خوشمزه قضایی خوشونه دیگه ما میگم زاقی ما بچه این عده واقعا ده میدم ببین مخوام آشپزی میکنم با حس کامل هم دارم میخورمش یعنی اگر تو این 1 2 3 4 نوشیدنی کنم واقعا خوشمزه چه بی اسمش؟
اسمش دیگه آب میوه کرنبری همون کرنبری که تو کرنبری میگن دیگه، اسم خاصی نداره دیگه. شما میگین سفارش میدی میگین کرنبری بیارم. نه ما میگیم کلوکوا نیست سوک. کلوکوا نیست سوک. سوک میشه آب میوه به روسی. و ما بخوام انتخاب کنم غذا برم ترای کنم گشنم باشه، مجبور باشم 2 تا غذا بکنم، خیلی گشنم باشه توی 4 تا غذایی که سفارش داده لیلا. اول ای، بعد ای، اسمش چه بود؟ اسمش آکروشکا، دیگه پلمنی. در نبود این 2 تا میگم یکی سیمو داغ کنه بیاره با لیمو ترش، مثل کلیپاچی میشه سوپ چیزه. این بنده خدا میبینی چه نه؟ اگه گشنگی بمیرم نمیخورمش. واقعا دارم سیتون میگم، واقعا دارم. دیدین رفتم تو چه شرایطی، مسفیرم داشتم میمردم واقعا. ولی خب من عمدن یه سری غذا سفارش دادم، میدونستم که مثلا پیمان از اینو بدش میاد. شیطان بزرگ که میگن همینه. نه چون چیزی که مثلا خوشمزه باشه واسه همه خوشمزه، ولی این هم غذایی که مثلا میگم این سالاد خیلی تو روسیه معروف است و خیلی میخورنش. تازه و غذایی که خیلی معروف بود که حال ما بد که خب چون ذائقه ما نمیخوره، نه غذایی که بد مزه. مثل مونی که سوشی نمیخوره، زنده سوشی نپخته بدم میاد. و بچه ها واقعا حالا کاری ندارم، 4 تا غذای عمدن سفارش داد، بعد تو اینای خیلی خوب بود، مزهش هم خوب بود. حتما ترای کنید غذای روسی، حتما ترای کنید. ولی خدایی دفعه بعد غذای خوشمزه تون عشق کن سفارش بده. دفعه بعد میریم شکنجه هم نده. میریم غذای چینی میخورم. نه غذای چینی هم ما رفتیم، کلی با لیلا رفتیم مسابقه و تو چین و کشورهایی که حالا مثل تایوان اینا تو حالا مستعمره نمیدونم چینن، اینا غذاهاشون نزدیک همه. نگم سیتون مزه و غذا هم دوست ندارم، یه ادویه خاصی دارن. نگم من بد غذا، یعنی ذائقه‌ام بده. دوستتون داره از صمیم قلب، عزیزه این دلمی قلب منی. بعدن چشش در میرم سی خاطر و غذایی اگه شما پشت صحنه حالا بعدن کاره جنگ میشه. دوستتون داره از صمیم قلب، سابسکرایب کنید. درست گفتم دیگه نفه، سابسکرایب و حمایت کنید. خیلی چیزایی بهتر بذاریم، پر انرژی تر با هم دیگه ترای کنیم دیگه، دنیا ببینیم میبره و هر کی به اندازه خودش یه چیزی نشون بده. دوستتون داره از صمیم قلب.